احکام ظرفها. سخن گفتن در مورد آب پایان نمی‌یابد مگر اینکه مسئله ظرف‌هایی که در آنها آب و غذا نگهداری می‌شود را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم. استعمال هر نوع ظرف برای خوردن و نوشیدن و یا غیر آن مباح بوده، به جز از ظرف‌های طلایی و نقره‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم استعمال آن را منع کرده و فرموده اند در ظرف‌های طلایی و نقره‌ای منوشید و در غوری‌هایش غذا مخورید، زیرا در دنیا برای آنهاست و در آخرت برای ما می باشد. ولی استعمال ظرف‌های طلایی و نقره‌ای در غیر خوردن غذا و نوشیدن مانند وضو کردن و غیره جواز دارد، به دلیل منحصر بودن حکم حدیث قبلی بر خوردن و نوشیدن و نیز در روایت بخاری آمده است که ام سلمه رضی الله عنها ظرف نقره‌ای داشت که در آن چند تاری از موهای نبی اکرم صلی الله علیه وسلم را نگهداری می‌کرد. استعمال ظرف‌های پیوند شده با کمی نقره در صورت نیاز به آن جواز دارد، به دلیل ثبوت این که لیوان نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شکسته بود، به جای آن موضع زنجیری از نقره را به کار بردند.